الو محمد، ستوری خوبی دادا؟ حاجی دیشب یه بابا یه اومده دم خونه ما، یه یاروه در اومده گفته میخوام برای اهالی این محل استخر رایگان و مجانی درست کنم، در حدی توانتون کمک کنین. بابام گفت وایسا باشه الان میام. بابام رفت لیوان در آورد بهش داد، گفت بفرمایید. نمیدونم چرا یارو زد لیوانو شیکوند رفت لامس. خانم نخن، خب در حدی توانمون کمک کردیم. الو محمد، ستوری خوبی؟ خاله ما صبح در پارک اینجا وایساده بودیم، دیدیم داداش اون با یه دختر اومد تا منو دید تعجب کرد، گفت میری 1 کیلو نخود سیاه میسونی میای تا هم نستدی نه یا خونه. خره صبح تا حالا 25000 تا مغازه رفتم هیچ کی نخود سیاه نداشت. چیکار کنم؟ یه قطعه از کل زنگت بزنم. خانم ببخشید شما نمیدونین کجا نخود سیاه میفروشن؟ میخندی؟ نخود سیاه کجا؟ محمد آره دیشب تا حالا دهنم سرویس شده است. بابا ما یه غلطی کردیم، به دوست دخترمون گفتیم بریم یه پتی خونگی سگی گربه‌ای بسونیم بزرگش کنیم. دیشب تا حالا سرویس کردم. وای سال زنگ بزنم پشت خطه. جونم عشقم. سگ غذانی میخوره؟ سگ نمیگم بهش میگم جسی غذانی میخوره؟ خب من چی کار کنم؟ باش حرف بزنم غذا بخوره؟ الو جسی الو محمد، ستوری خوبی دادا؟ حاجی دیشب یه بابا یه اومده دم خونه ما، یه یاروه در اومده گفته میخوام برای اهالی این محل استخر رایگان و مجانی درست کنم، در حدی توانتون کمک کنین. بابام گفت وایسا باشه الان میام. بابام رفت لیوان در آورد بهش داد، گفت بفرمایید. نمیدونم چرا یارو زد لیوانو شیکوند رفت لامس. خانم نخن، خب در حدی توانمون کمک کردیم. الو محمد، ستوری خوبی؟ خاله ما صبح در پارک اینجا وایساده بودیم، دیدیم داداش اون با یه دختر اومد تا منو دید تعجب کرد، گفت میری 1 کیلو نخود سیاه میسونی میای تا هم نستدی نه یا خونه. خره صبح تا حالا 25000 تا مغازه رفتم هیچ کی نخود سیاه نداشت. چیکار کنم؟ یه قطعه از کل زنگت بزنم. خانم ببخشید شما نمیدونین کجا نخود سیاه میفروشن؟ میخندی؟ نخود سیاه کجا؟ محمد آره دیشب تا حالا دهنم سرویس شده است. بابا ما یه غلطی کردیم، به دوست دخترمون گفتیم بریم یه پتی خونگی سگی گربه‌ای بسونیم بزرگش کنیم. دیشب تا حالا سرویس کردم. وای سال زنگ بزنم پشت خطه. جونم عشقم. سگ غذانی میخوره؟ سگ نمیگم بهش میگم جسی غذانی میخوره؟ خب من چی کار کنم؟ باش حرف بزنم غذا بخوره؟ الو جسی